طرز نوشتن نون، یه الف کوچولو نوشته میشه و این الف کوچولو را بدون اینکه دستمون رو از روی سطح کاغذ برداریم دور میزنیم، میریم به سمت بالای خط زمینه و حدوداً بایستی خودش 5 نقطه باشه. 1 2 3 4 5. با مداد این اجرایات یکم راحت تره، با خودکار راحت تره، ولی با قلم درشت این اجرایاتش یکم دقت بیشتری میخواد که ما اینجا خارج از بحث خط تحریریمونه و همین خط تحریریمون واجبه که اجرا بشه. بودم 5 نقطه هست و 2 نقطه هم به سمت شما مجاز هستید به سمت خط زمینه یا کرسی بالا قرارش بدین.